رئیس پارلمان تاجیکستان نهادهای دولتی را به سوء استفاده از قانون عیبدار کرد. شکرجان ظهورا در جلسه 5 اپریل زمانی که تغییر و علاوه ها به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان محاکمه میشد این فکر را بیان کرد. حتی اداره‌هایی که به این مسئله مشغول هستند در محل ها سوء استفاده میکنند، مثلا با یک کس بسیار جدی رفتار میکنند، با یک کس دیگر چشم پوشیده مثلا نمیبینند همین چیزهایی که مثلا در قانون پیش بینی نشده. این صحبت ها در حالی است که قانون تنظیم رسم و آیین ها در 10 سال موجودیتش به یکی از بحث برانگیزترین قانون های تاجیکستان تبدیل شد و بحث درستی قبول شدن آن هنوز هم خاموش نمی شود. کمبودی در اسلام نیست، در مسلمانی ماست میگن، یعنی کمبودی در خود آدمان است که با هر راه رعایت نمیکنند. قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان سال 2007 قبول شده، هدفش به تنظیم درآوردن و کم خرج گذراندن رسم و آیین های مردم است. همون سبکی که مثلا پیشنهاد شده بود که ما باید مسئله های مثلا بعضی چیزهای دیگر داخل کنیم که باید مشکلی ها را آوردنش ممکن بود، باز یعنی نسبتا سخت‌تر و مکمل‌تر. طبق اطلاع منابع رسمی در این مدت در جشن و مراسم های مردمی بیش از 4 میلیارد سومانی صرفه شده است. کارشناسان میگویند ناوابسته به نظارت مقامات میان اهالی مراسم های پرخرج به نظر می رسد و عنعنه های نوی نیز در مراسم های خرسندی و ماتم به وجود آمدند. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.